سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. قربون شما برم. سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امشب هم رستوران گردی داریم. امشب یه غذای تند و آتشین انتخاب کردیم. یه غذا که نه، یه رستوران هندی انتخاب کردیم. تعریفش شنیدیم. بریم ببینیم چطوره. بعد کنار بریم با غذاهای تند و فردای دوست داشتنی ترش. اگر هم هنوز چنل ما رو سابسکرایب ندارین، سابسکرایب کنید لطفاً. ویدیومون رو لایک کنید و اگر دوست داشتین برای دوستاتون ارسال کنین. دمتون گرم، دوستتون دارم. ما میرم از رستورانی که ما امشب انتخاب کردیم، نمسته کیچن، رستوران هندی. خب بچه‌ها، ما اومدیم یه رستوران هندی، یه غذای خیلی تند. الان 3 تا غذا سفارش دادیم. یه غذای تند می‌خوایم چالشیه دیگه، امتحان کنیم ببینیم تا کجا میتونم پیش برم. من خودم عاشق غذاهای تندم، ولی خب می‌دونید که فرداش آدم به مشکل می‌خوره. بریم ببینیم چجوری اوردرامون رو بدیم برمیگردیم. این از نوشیدنی‌های ما می‌خوایم بگیریم. طبق معمول من نوشابه، البته نه این دفعه من نوشابه علاوه بر نوشابه یه دونه نوشیدنی هندونه با نعنا، یه دونه بیر داریم. بریم ببینیم چطوره. هیچ طعمی از هندونه نمیده. فکر میکنم اصاره مصنوعی هندونه بهش دادن، جوسی چیزی زدن و یه تیکه هندونه فقط این بالا داره، ولی طعم شیرینی و نعنا غالبه توش و پر از یخ. شاید باورتون نشه، ببینیم قلوپی که ازش کشیدم بالا به صدا افتاد، یعنی تموم شد. نمیدونم این همه عمق چیه پس؟ چرا صدا میده؟ واقعا درک نمی‌کنم. شاید نی هم سوراخه. بریم ببینیم غذا چطوره. خب بچه‌ها، این استارترهای ما اومد. الان خودشون معرفی می‌کنن. This is my volume coming. This is for the onion bhaji. Yeah. This is samosa chaat. And this is for the chili chicken. Yeah. خب بچه‌ها، بریم غذاها رو تست کنیم. متأسفانه من یه شروعی داشتم ولی ویدیو در حال ریکورد نبود. از اول بریم تست کنیم. ولی اون یکی ویدیو اینه که می‌بینین اینجا کامرامون گرفته. اونیون باجی خوبه. امیدوارم که غذاهاش تند باشه، مثل استارتراش نیاز به سس و تند کردن نداشته. این بیسش پیازه ولی خوبه. کلاً پیازه. فکر کنم با نخود یه گوله پیازه کلا. نه لاشه خیلی چیزه با باجیه. آنیون باجی آخه. باجی همه چی هست. این چی بود؟ سال اسمای این غذا من یادم میره. این خیلی باحاله. دونه انار توش داره، ماست تقریبا فکر میکنم، نخود فرنگی و یه چیزایی که دیگه معلوم نیست چیه. طعمش خوبه. اول ویدیو گفتم اسمش چیه ولی الان دیگه یادم نمیاد. این سراغ چیلی چیکن، ولی خب خیلی تند نیست، باید سس بهش اضافه کنیم. بگو دستت نلرزه موقع سس ریختن. هی اینو برداشته سس ریخته. افتاد. اینم خیلی جالبه. طعما بسیار با هم میکس شده. ادویه‌هاش هم کم چیز اندازه است، خیلی خوبه. یه سبزی که خیلی طرفدار داره اینجا راک هستش که من متنفرم از این سبزی. یعنی تو سالاد باشه کل سالاد رو زیر و رو میکنم و تمام دونه دونه اینا رو توش در میارم. میدونم چقدر طرفدار داره. از استارتر بریم تا غذا اصلی بیا، غذا اصلی امتحان کنیم. بچه‌ها غذای ما اومده برامون معرفی کنید. That's the first one. That is prawn adraki. Prawn adraki. Prawn adraki. 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 This is for the chicken biryani. Chicken biryani. And this is dabba ghost. Bagos. Dabba ghost. What is inside? Huh? Inside. There's a lamb. There's a lamb. Lamb. With a little bit of the potato inside. Yeah. Spicy. Cooked spicy. Base of onion gravy. Yeah. Oh, okay. Base of onion And gravy. this one? That one is adraki. That is adraki. You know ginger. Yeah. Cooked with ginger base of gravy. Yeah. Oh. They smell really nice.
Thank you so much. غذا ما معرفی کرد. غذا رو بهتون نشون بدم. این غذایی بود که معرفی شد. من دوباره اسمشو یادم رفت. دیدین که تو ویدیو گفتم. فقط وسطی میدونم چیکن بریانیه. اینم با گوشت گوسفند و سیب زمینی پخته شده. اینم با جینجر میشد. زنجبیل و یه سری چیزای دیگه که نمیدونم چیه. بریم بخوریم. ماستاشون هم معمولا شیرینه ولی توش دورنه‌های انار داره. اینم اصل ماجرا فلفل جذاب. خب دیگه بریم برای تست غذا شروع کنیم. بریم دیگه. چرا اینقدر زنجبیل آدم باید بخوره؟ نه هم نمیده. آها این فکر کنم چیزه. این پراونه. میگوییه که با زنجبیل نداره. سس زنجبیله. اگه ما میریم باید یه دریایی او ولی نه یکم شیرینه. هندیا فقط بعدیش اینه که غذاشون شیرینه. ولی خوبیش اینه که یه مثل شرق آسیایی‌ها انقدر با خود طعم دریایی ولش نمی‌کنن جلو. اصلا طعم چیز نمیده. یعنی شما هیچ طعم دریایی رو خیلی دوست ندارن، خیلی هم دوست دارن. لواد فلوریدی ازش گرفتن این طعم. چیلیه امتحان کردی؟ اوه پس بذار با این میگوه یه چیلی دوست داشتنی هم بزن. چاقوی منو دیگه برد نایبرد. اینا به غذا که تند میشه. تو بی پدر غذا که تند میشه تازه میفهمی داری غذا میخوری. به نظر من ما غذاها رو مدیوم سفارش دادیم. من برای خودم چیلی جداگونه سفارش دادم بیاد که بفهمی داری غذای هندی میخوری. مزه چلو گوشت میده. چلو که نه مزه. به گوشت چلو گوشت چی میگن؟ گوشت؟ جدی وقتی شما چلو گوشت داری برنج نداره چی بهش میگیم؟ من که عرق نمیکنم عرقم داره در میاد. ولی خب نمیشه ازش گذاشت. قشنگ تو هر لقمه یه دونه که میذاری روزتو میسازه. ماستاشون نمیدونم چرا شیرینه. انگار بهش عد کردم. من یه رستوران هندی دیگه رفته بودم توی یه کشور دیگه. اونجا هم ماست شیرین بود. بعد تازه ماست خیار بود. شکر داره. ولی شکر میزنن تو ماستشون قشنگ. نمیدونم چرا. اصلا نمیشه خورد. شما چطوری؟ بریم برای تست چیکن بریانیش. این ظرف مسی بسیار زیبا. ظرف مسی من دوست دارم. چیلی داشت فراموشم میشد. خودش هم تنده. من با فلفل اضافه خوردم ولی این گوشت گوسفندش خیلی خوب. واقعا پیدا کردن رستورانی هم که خوب باشه دغدغه است. ولی نسبت به اون دو تا رستورانی که خیلی بهتره. بابا اونا هم ریویوهاش خوب بود. همه من تمام غذاهاش خوب بود. غذاهایی که من سفارش دادم آره همه 5 استار بود. بعد ریویوها رو همه رو بعد میخوندم. همه مثلا میگفتن بهترین طبخ اختاپوس اینجاست، بهترین طبخ قورباغه رو این رستوران داره. ولی خب غذاهایی که سورپرایزمون میکرد برگر خام گوشت خامه با اون برنج سیاهه. وای بچه‌ها میدونستین بعد از ویدیوی رستورانی که رفتیم اختاپوس خوردیم اون برنج سیاه رو من 3 روز به صورت افقی تو خونه خوابیده بودم و فقط هر 10 دقیقه بار تو مسیر تاکسی من بخوام غذا بهترینش رو انتخاب کنم اول این گوشت است. چیکن بریانی معمولیه. اون چیزا هم میگوه و جینجر هم خوب بود. بعدش هم این بهترین لحمه بود. آره لحمه بوده. این تنده چیلیه 3 برابر تنده. ولی خیلی تنده. بره من اینجوری نگاه نکنید از تو آتیشن. همه چی رو درسته میندازن یعنی میخرد همه چی رو توی غذا میندازن. دارچین میخرد شما میدونین چرا غذاهای هندی رو شیرین میکنن؟ نمیدونم چرا همه غذاهاشون بدون استثنا شیرین. حالا این چیکن بریانی شیرین نبود ولی غذاهایی که بیشتر توی سسه و سس تا ماستشون هم شیرینه. یه نون تندی دارن. من خیلی غذای تند میخورم ولی توی رستوران هندی شب سال پیش به قدری این نون تند بود من یه دونهش رو اوردر داده بودم انقدرش رو بیشتر نتونستم بخورم و بعدش داشتم گریه میکردم اینجوری تندی. غذا کامل همه چی خوب پرفکت بود. پیشنهاد میکنم رستوران هندی خوب پیدا کنید و این 3 تا غذا رو امتحان کنید. فقط از چیزی که راضی نبودم این بود
آب و شکر رو نعنا داری میخوری. خب بچه اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین و خوشتون اومده لایک فراموشتون نشه. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین. اگر هم ویدیو خوشتون اومد دوستاتون به اشتراکش کنین. این سه تا غذا بسیار عالی بود. اگه رستوران هندی میشناسین که خوبه حتما برید این سه تا غذا رو امتحان کنین. پیشنهاد 100% میکنم. ولی اینو امتحان نکنین. آب هندونه رو امتحان نکنین. بقیه عالی. من همچنان دارم میسوزم. دمتون گرم. دوستتون دارم. خوب باشین، شاد باشین، عشق کنین.